الان چرا میخندی؟ مگه من و تو کات نبودیم؟ چی شد که مثلا الان کنار همیم؟ اون آقایی که دیشب انقدر مست بود و بلبل زبونی میکرد و من اصلا نمیشناسم، اصلا انگار یکی دیگه بود. اگه مست بودم پس همه چی بعیده. حالا چی گفتم؟ خلاصه بگم یه جوری همه چی رو توفالی کردیم، اصلا یادم رفت چرا کات کرده بودیم. حسابی هم قانع شدم. اگه نمیگی پاکش کن یه چیزی رو واسط بذارم. به جون مادرم نمیگم پاکش کن. بذار ببینم چیه. ببین یه تیکه از حرفاتو ضبط کردم. کثافت یه جوری حرف میزدی دوباره از اول عاشقت شدم اصلا. بذار. در کل بگم من که میدونم مقصر تویی، شکی هم توش نیست، ولی من معذرت میخوام. میدونی چرا من معذرت خواهی میکنم؟ چون من خیلی دوست دارم. خالصانه میگم و برو نشی. وقتی تو با من خوبی انگار دنیا تو مشتمه، هیچ اتفاقی نمیتونه منو بترسونه. ولی امان از اون روزی که یه ساعت با من قهر میکنی، اصلا اتفاقی هم نیفته، تو خودت اتفاقی. من خیلی دوست دارم. من معذرت میخوام. من خاک پاتم. ببین من زندگی بورینگ شده، اصلا حوصله هیچی ندارم. من واقعا هم عاشقتم. بیا دیگه بحث نکن. شما رو مخ من نرو. چشم. اوکی حله. مادر جان الان میاد بالا. ببخشید دیگه دیر شد. به من استرس نمیده، رو مخم نمیره، بی خود استمس نمیده.